نام خدا، دهمین گفتگوی بزنگاه تاریخی رو با دوست عزیزم ارسلان محبی آغاز میکنیم. خب شناخت من از ارسلان برمیگرده به حدود 10 سال پیش و خب با دیدن سریال پوست بیاز ابروی باز که اونجا خب نقش مهندس رو داشت و خیلی از همشهریای ما شاید ارسلان رو بیشتر با این تصویر بشناسن. در سالهای اخیر هم به شکل جدی خب نمایش‌های زیادی رو ازشون دارید می‌بینید و دغدغه‌مندی بیشماری رو نسبت به سرزمین مادریش سیستان رو. خب من ابتدا تشکر بکنم از ارسلان عزیز که دعوت ما رو پذیرفت و وارد این گفتگو شد. خب مخاطبین ما برای اینکه بهتر ارسلان محبی رو بشناسن زحمت میکشه ارسلان از زبان خودش به مخاطبین معرفی میکنه. خب در خدمت هستیم ارسلان عزیز. به نام او و به یاد او و به اذن او که ما را آفرید و از روح پاکش در ما دمید. سلام خدمت حامد جان غلامی و همه عزیزانی که صدا و تصویر ما رو میشنون و میبینن. خب معرفی کردی حالا حامد جان، اما من از باب گفتی کاملتر، من ارسلان محبی هستم و از خوش حادثه عاشق هنر و هنردوست. در عرصه تئاتر و تلویزیون و موسیقی هم یه کارهایی توی استانم کردم و توی کشورم که در واقع از نظر من عشقبازی بوده که من با در عالم هنر انجام دادم و این عشق رو فیدبکش از مردمم گرفتم بیشتر که تونستم ادامه بدم از نوجوانی به این طرف. انشالله تا آخر عمرم در واقع بتونم تو این عرصه باشم و در خدمت جامعه در خدمتم. ارسلان عزیز، اوضاع و احوال امروز سیستان رو چگونه میبینید؟ من دوست ندارم سیستان رو هیچ وقت ناامید ببینم و بنابراین امیدوار میبینم و در کل سیستانی میبینم که با تمام زخم‌هایی که بر بدنش داره، بر تن خودش داره، اما سرپاست و حتما بازسازی خواهد کرد. همین ابتدای کار من یه ذره حس میکنم ناامیدانه معرفی کردم اوضاع کلی رو، چون واقعا حس میکنم ناامید هست، ناامید کننده هست شرایط. اما دیدم در واقع امید بخشه و احساس میکنم که امیدوارم که آینده روشنی، و این رو از صمیم قلب میگم که آینده روشنی هست، هیچ وقت آینده تاریک براش ندیدم. خب ارسلان جان، حالا من مجموع برنامه‌های تولیدی، حالا چه در حوزه کارگردانی، نمایشنامه نویسی، نویسندگی، خوانندگی و موضوعات دیگه‌ای که در این سالها کار کردی، این سال رو ازت پرسیدم چون دائما میبینم این دغدغه‌مندی و تعهد رو نسبت به جامعه سیستان داری، در صورتی که هیچ وقت به شکل جدی در سیستان زندگی نکردی. اینی که مثلا اونجا متولد شده باشی یا زندگی کرده باشی، ولی به گونه‌ای در این مسیر قدم گذاشتی که گویا اونجا الان در حال حاضر داری زندگی میکنی و عمر خودت رو اونجا گذروندی. یکم بیشتر در مورد این حال هوا برامون بگو، چه عامل و عواملی باعث میشه که این گونه به سرزمین پدری خودت نگاه کنی؟ بله حامد جان، من در سیستان بزرگ نشدم و در واقع در سیستان هم به دنیا نیومدم. به واسطه شغل پدرم که نظامی بوده در عسلویه، جزیره خارک، اهواز، آبادان، بلوچستان، ایران شهر، سراوان، چابهار و زاهدان، حتی حالا در واقع در خود سیستان هم پدر اینها بودن، ولی من اون موقع در واقع در دنیا نبودم و در سیستان بزرگ نشدم، ولی با سیستان بزرگ شدم. یعنی این اتفاق رو دائم، این دغدغه حس سیستان دوستی در ما، در خانواده من جاری بوده و من کاملا با حس در واقع سیستان دوستی بزرگ شدم و به سیستان هر ساله سر میزدم. همین الان خیلی ها میدونم تعجب کردن که این سوالو پرسیدی و فکر میکردن من در سیستان زندگی میکنم. علیرغم تلاش هایی که کردم به سیستان بیام، موفق نشدم که به سیستان برم و در زاهدان در حال حاضر دارم فعالیت میکنم.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر در فعالیت هایم که داشتم، بله بخوام بگم یکی در میون دغدغه‌مندی سیستان در ذهنم بوده و این رو وظیفه‌ام میدونستم و خدا رو 100,000 مرتبه شکر که توفیقی داد به من که بتونم بعضا در این عرصه ها در واقع برای سیستان کار کنم. بله ممنون. ببینید مخاطبین عزیز ما تو 9 گفتگویی که گذشت بر ما و با دوستان عزیزی گفتگو کردیم، سعی کردیم دلیل اینکه عنوان برنامه رو چرا گذاشتیم به زنگای تاریخی سیستان بیشتر صحبت کردیم. خب استان سیستان و بلوچستان استان پهناوری است و از شمال تا جنوبش موضوعات مختلفی رو در بر میگیره. طبیعتاً در یک برنامه گفتگویی نمیشه به تمام استان پرداخت و سعی کردیم به نوعی به واسطه شرایط خاص و ویژه‌ای که امروز در منطقه سیستان به واسطه بیش از 2 دهه خشکسالی، مهاجرت و معضلی به اسم طوفان شن که زندگی رو به معنای واقعی برای مردم اونجا سخت کرده، با دغدغه‌مندان، فعالین فرهنگی، رسانه‌ای منطقه و استان و کشور که نسبت به موضوع سیستان دغدغه‌مندن گفتگو داشته باشیم که یکی از این دغدغه‌مندان که به شکل جدی من دارم می‌بینم که چقدر ویژه داره به مسئله سیستان در قالب‌های مختلف که بخشش رو اشاره کردم داره میپردازه، خب ارسلان محبی عزیز هست. ارسلان، با توجه به شرایط ویژه و خاصی که تو منطقه حاکم هست، مجموع فعالیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و هنری دوستان رو چگونه می‌بینید؟ آیا میتونه تصویر درستی از امروز سیستان نشون بده یا نه؟ ابتدا در مورد فضای کلی رفتارهای رسانه‌ای و اون چه که داره تولید میشه برامون توضیح بده به عنوان یک دغدغه‌مند و بعد موضوعات بعدی رو باز بیشتر با صحبت میکنیم. خب حامد جان، در عرصه فرهنگ ما کلاً برای بیان آنچه که داریم، آن تاریخ غنی که میشه از دلش بسیاری برنامه‌های خوب برای آینده، برای تربیت نسل آینده استفاده کرد، ما در کل در کشور ضعیف عمل کردیم. یعنی در مسئله فرهنگی خب الان ما مورد حجمی رسانه‌های بسیار بزرگی هستیم و تقریبا یه جورایی در عرصه رسانه و فرهنگ و هنر، حالا تولیدات فرهنگی تقریبا نمیدونم بگم باختیم خوب نیست، تقریبا عقبیم، اینجوری باید بگم. و تلویزیون ما مثلا نسبت به رسانه های دیگه مثل نمایش خانگی، سینما، اینها بسیار عقب. حالا ما در استان رو صحبت میکنیم، به کشور و به فضای بزرگتر کاری نداریم. در استان هم خب ما از این قائل مستثنا نیستیم، خیلی 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 بهتر میتونسته باشه. حداقل آنچه که مثلا تقریبا مورد انتظار بوده حس میکنم الان در اونجا نیستیم. بسیار لاک پشتی رفتیم جلو، رشدمون خیلی اندک بوده در اشاعه فرهنگ و هنر، خیلی داخل خودمون در واقع موندیم، نتونستیم خیلی خوب معرفی کنیم استان رو و چهره استان رو. بیشتر اومدن ما رو روایت کردن، خودمون رو روایت نکردیم. چون اگر کسی بیاد من رو بخواد در این استان روایت بکنه، من که میگم استانم رو میگم، اون نخل بخواد پیدا کنه، من نخلستان میفهمم کجاست. اون در واقع سنگی بخواد پیدا کنه، من کوهستان میدونم کجاست. ابتدا برامون اشاره بکن موضوعات رو چگونه انتخاب میکنین نسبت با مسئله سیستان و سعی میکنی با توجه به اوضاع مختلفی که داری کار میکنی که اشاره هم کردم بهش، چگونه بهشون سامان میدی و سعی داری با چه ابزاری بهشون بپردازی؟ کمی در مورد این هم صحبت کن با ما. از مشکلات که بخوای بگی، خب چون همه مشکلات دارن، خیلی گوشه برای شنیدن نیست، اما مشکلات رو هنرمندانه مطرح بخوای بکنی حس میکنم که بهتر شنیده میشه. بنابراین خب سعی کردم اگر توانی هست، اگر خدا به ما انرژی داده، این رو در مسیری که حالا یه مقدار تجربهشو داریم صرف کنم و مسائل و مشکلات رو بگم. مسائل و مشکلات رو هنرمندانه تر یه مقدار بیان کنم نسبت به این که حالا
مثل این که مثلا تفاوت کسی که حالا در عرصه هنر هست با یک آدم عادی، شاید یه آدم عادی با ماشین میره روی یه دستانداز میخوره و یه توهینی میکنه به مسئولی که حالا باید اونجا رو درست میکرد و اینا، اما یه هنرمند توی دستانداز میخوره و یه ایده تولید تو ذهنش میاد که چجوری این رو نقد بکنم. و این اتفاق اینجوری بود که به مشکلات و مثلا خصوصا خوشسالی سیستان چند تا برنامه بود که ورود کردم و خدا رو شکر توفیق داشتم که انجام. مثلا در برنامه عصر طلایی صدا سیما در همین سال 2-3 سال اخیر بخشی رو داشتیم به اسم ستاد ساماندهی مسئولین که شما به این اشاره کردیم. در عرصه فضا مجازی بخشی رو داشتیم به اسم وجدان درد، اون مسئولی که همیشه خواب بود و حالا مردم سراغش میرفتن و ازش مطالباتی میکردن. خب به اکثر مشکلات استان پرداخت میکردیم، مشکلاتی که واقعا بود، نه اینکه ما ابجویی فراوان کنیم. یکم غلو میشد بابت اینکه حالا اون بحث هنریش و کمدیش هم در بیاد، چون ما کمدی تراژدی در واقع کار میکردیم توی اون تولیدات. کمدی که کمدی تلخی بود و واقعیت جامعه رو میگفت، اما با زبان طنز و کمدی. اینجوری بود که خب گفتیم که یه مقدار با هنر بیایم مشکلات و مسائل رو بگیم، احتمالاً که بهتر شنیده بشه. شنیده هم میشد خدا وکیلی. من از مراجعات و گله های مسئولین نسبت به خدا متوجه می شدم که شنیده میشه و دیده میشه به امید خدا. از این دسته تولیدات هر چی بشه کمه هنوز در حال حاضر. اما خب به غیر از اینها ما در عرصه های اجتماعی، مسائل مردمی که در جامعه در بین مردم هست و اینها قاعدتاً باید پرداخت بشه و اینها. ولی به قول شما که ما در بزنگاه تاریخی قرار داریم، فکر میکنم نقطه عطف ما الان همین بحث خوشسالی در سیستان و مهاجرت و بیکاری و این مسائل هست. شاید در اقصا نقاط کشور این اتفاق رو شاهد باشیم، اما در سیستان خیلی بحرانیه از بابت اینکه مهاجرت‌های زیاد، بعضی از روستاها خالی از سکنه میشن و اینها بسیار دردآور و زجرآوره و فکر میکنم باید بهش فکر بشه و بهش پرداخت بسیار جدی بشه. هنرمند هم میتونه اینها رو بیان بکنه و در واقع نقد بکنه، خیلی هنر بکنه، شاید یه ذره ایده بده، پیشنهاد برای رفعش بده، ولی اگه ندادم مسئله ای نیست. همین که بیانشون بکنه، به نظرم اون افرادی که بلد کار هستن و باید به اون نقدی که یه هنرمند انجام میده رسیدگی بکنن، باید دیگه وارد عمل بشن. کار به جایی برسه که از گفتگوی مردمی به دغدغه اکثر تولیدات هنرمندان به اینجا برسه که مسائل جامعه سیستان مخصوصا خوشسالی و اینها هست، دیگه واقعا کار به استخون رسیدنه. اخیراً در یک کارگاه ایده پردازی بودیم، فکر میکنم 10 تا گروه بودیم و این 10 تا گروه فکر کنم 9 تاشون مسئله خوشسالی و مهاجرت رو در نظر گرفته بودن و سعی میکردن تولید کنن. این نشون میده که کار به استخون رسیده و باید بهش پرداخت خیلی جدی بشه. یه سری اسامی رو من به صورت کوتاه میگم، میخوام سوال خودت رو نسبت به اون موقعیت بدونی. هامون چه اسم قشنگی. هامون ای کاش بتونم دوباره پر آب ببینمش. قبلا به اون حد پر آبی که بوده نه، ولی تقریبا دیدم. منتها الان هر وقت سمت سیستان میرم خیلی غصه‌ام میشه بابت این قضیه. هیرمند برای من تا اسمش میاد، به غیر از حالا خوشسالی و اینها، یادآور یک چیز دیگه هم در تاریخ سیستان میشه. یادآور شکستی که سپاه سیستان سپاه اسلام رو میده و بعدش منجر به در واقع اسلام آوردن سیستانی ها میشه، در حالی که پیروز شدن بر سپاه اسلام، اما با در واقع صحبت و با مذاکره و اینها با میل قلبی اسلام رو قبول میکنن. من هیرمند رو که میشنوم، چون
این حادثه، این جنگ تاریخی در هیرمند اتفاق افتاده، در کرانه هیرمند اتفاق افتاده، یاد این قضیه میافتم. و سیستان؟ مادرم سیستان، واقعا حس مادرانه میگیرم اسم سیستان که میاد. کلمه مادر در ذهنم میاد. ارسلان عزیز، آیا شرایط امروز سیستان رو و عنوانی که برای این برنامه انتخاب شده بزنگاه تاریخی سیستان، آیا ما در بزنگاه تاریخی سیستان قرار داریم و ارسلان محبی آیا نقشی متفاوت از گذشته در شرایط امروز و این بزنگاه تاریخی برای خودش تعریف کرده یا نه؟ حتما که در بزنگاه تاریخی قرار دادیم. من معتقدم که هر نسلی که میاد حتما در یک بزنگاه تاریخی هست. حالا ما نقطه عطفمون شده خوشسالی سیستان و به قهقرا رفتن و باید اینجا نقش خودمون رو ایفا بکنیم و معتقدم که حتما سیستان از این شرایط نجات پیدا میکنه. چرا که یعقوب لیث صفاری، شهریار ایرانی که سیستانی، در واقع سیستانی تبار هست، ایران رو یک بار به گواه تاریخ از نابودی نجات میده، هم زبان پارسی رو هم در واقع ایران رو. در شاهنامه هم بارها میخونیم که رستم چجوری ایران زمین رو نجات میده. حالا یک بار هم حتما خودش رو میتونه سیستان نجات بده، اون هم از این شرایط و بزنگاه تاریخی و این نقطه عطفی که حالا برای ما منفیه و در خوشسالی و با مهاجرت و خوشسالی و اینها داریم دست و پنجه نرم میکنیم، حتما خودش رو نجات میده. و هر کس در هر جایگاهی هست برای خودش نقشی تعریف کنه، کمک کرده به این نسل، بیهوده نیومده و نرفته. میگه اسبی بود که این نعلش رو اون نعلزن آروم زد، خیلی محکم سفتش نکرد. اون اسب به جنگ رفت و از قضا اسب فرمانده سپاه بود، نعلش در اومد خورد زمین، فرمانده خورد زمین. همه فکر کردن فرمانده کشته شد و اون سپاه با تعجب این که نسبت به نیروی دشمن تواناییش هم بیشتر بود رها کرد جنگو و کشور در واقع تقدیم دشمن شد. حالا برگردیم ببینیم اگه اون میخه رو محکمتر زده بود اون نلزن، شاید این اتفاقا نمیافتاد. پس هر کس در هر جایگاهی نقش مهمی داره، فارغ از بزرگ و کوچک بودن نقشش. من هم قاعدتا برای خودم نقش‌هایی کنار گذاشتم، تصمیم‌هایی دارم و در همین عرصه هنر و فرهنگ اگر خدا توفیق بده برنامه‌هایی برای تولید، برنامه‌هایی برای آموزش، حتی مهاجرت به سیستان توی برنامه‌ام هست. اگر اتفاق بیفته و خدا منو لایق بدونه و سیستان منو طلب کنه بتونم برم به اونجا، بسیار برام خوشحال کننده است. بله برنامه‌هایی حتما دارم و در واقع تا عمر دارم انشالله سعی میکنم جامعه عملم بهشون بپوشونم، قول میدم انشالله که همه در هر نقشی که هستن این اتفاق رو داشته باشن. ارسلان، با توجه به شناختی که من از شخصیتت دارم، به شدت آدم سریع و لهجه بگم، آدم خیلی رکی بگم، خیلی بدون نسبت به موضوعات و مسائل سیستان وقتی میشه میبینم خیلی بی‌پروا و خیلی شفاف در مورد اون مسئله صحبت میکنی. دلیل این صراحتی که داری رو چگونه تعریف میکنی خودت شخصا؟ گفتم کار به استخون رسیده دیگه، نمیشه در لفافه و در پرده صحبت کرد. به نظرم از یه جای به بعد واقعا باید رک و بی‌پروا و بی‌پرده صحبت کرد و ما الان از اونجا به بعد هستیم. برای اینه در هم تولیدات واقعا این اتفاق رو سعی کردم رعایت کنم. اگه تولید مطالبه گری بوده خیلی بی‌پرده رفتم سراغش، سعی کردم که هنرمندانه بی‌پرده حرفم رو بگم بدون اینکه به کسی توهینی بشه، به کسی نکته بشه. از طرف دیگه فرض رو بر این گذاشتم همه کسانی که داریم در استان فعالیت میکنیم، فرض رو بر این گذاشتم که همه کسانی که فعالیت میکنیم نیتمون پیشرفت استانمونه. همه کسانی که در سیستان فعالیت میکنیم نیتمون پیشرفت سیستان و برون رفتش از این مسائل. فرض رو بر این گذاشتم. پس بنابراین وقتی فرض ما این هست باید با هم رک صحبت کنیم، باید با هم دیگه رو رک نقد کنیم و
من حتما وقتی یه مسئولی رو نقد میکنم حتما نقدی دیدم درونش که نقد میکنم و خدا شاهد اصلا دشمن هیچ کس نبودم، هیچ کس رو از روی کینه شخصی نقد نکردم هیچ وقت و مطمئنم کسانی هم که من رو نقد کردن به من نکته‌ای گفتن حتما میخواستن من پیشرفت کنم. مثل این میمونه که من و شما برای پیشرفت یک دستگاهی در یک اتاقی جلسه داریم، در رو میبندیم، با هر زوری هست با هر زبان رکی هست به هم دیگه اشکال وارد میکنیم، ولی میدونیم از اینجا که بریم بیرون، از این اتاق بریم بیرون، مشکل رو میتونیم حل کنیم. بزرگترین گناهی که یک هنرمند میتونه مرتکب بشه اینه که عدم صداقت داشته باشه در تولید محتوا. اگه نقدی میکنه توش صداقت نباشه، اگه تعریفی میکنه توش صداقت نباشه، این بزرگترین گناهیه که میتونه یک هنرمند از نظر من انجام بده. از لحاظ مهاجرت در کشور، خب سیستانی ها مقام نخست رو دارن، در گذشته به صورت کوچ و امروز به صورت مهاجرت. خب من چه خانواده پدری و چه خانواده مادریم در اواخر دهه 40 به واسطه اون خوشحالی عظیمی که شکل گرفت مهاجرت کردم به استان گلستان و استان خراسان، ولی نهایتاً چیزی که با خودشون از سیستان بردن یه چمدون بود. نهایت در به خونهشون رو گل گرفتن و با امیدی که مجدد برگردن. خب کمتر از 1 سال مجدد آبادی به سیستان برگشت، با یک نامه‌ای که از سیستان به خانواده ارسال شد اونها برگشتن و خب باز من مجدد اونجا ماندگار شدن. ولی تفاوتی که امروز داره و بررسی‌های میدانی که من انجام دادم، امروز اگر کسی از سیستان میره با تمام تعلق خاطر میره، زمینی که داره و هر آنچه که داره رو میذاره و میره و با امیدی که هیچ وقت بر نگرده. شاید ما الانی که داریم با هم صحبت میکنیم سیستان طولانی ترین خوشسالی خودش رو داره پشت سر میذاره. ارسلان محبی تفاوت مهاجرت های دهه اخیر و دهه 40 رو چگونه میبینه؟ آیا به همین شکلی که من گفتم هست یا نه چیز دیگری داره میبینه از این مهاجرت؟ مهاجرت ها خب خورده نمیشه گرفت واقعا، چون همه ما بریم به عقبه تاریخی خودمون نگاه کنیم، در فامیل و دوست آشنامون داشتیم کسانی رو که مهاجرت کردن و اصلا این نکته در قرآن اومده که شما اگر جای بهت اوضاع خوب نیست، خوش نمیگذره، اذیتی، مهاجرت کن، زمین خدا گسترده است. و مهاجرت ها از باب تامین معیشت، بعضا بیماری ها بوده و کسانی نمیتوانند با این گرد و خاک و اینها زندگی کنند و مجبور به مهاجرت هستند. حداقل من در هیچ کس ندیدم که اگر مهاجرت هم کرده دلی روی سیستان نداشته باشه. ما الان افراد بزرگ و هنرمندان بزرگ در خارج کشور داریم، در مرکز کشور داریم که هر وقت باشون صحبت میکنی و اسم از سیستان میاد یک تبسم غم‌آلود دردمندی روی لبشون میشینه. از طرفی به خاطر اسم سیستان یه لبخند روی لبشون میاد، از طرفی به خاطر روزگارش و این اتفاقاتی که چرخ گردون براش انداخته غمی در چهرهشون پدیدار میشه و نه، حرف درسته واقعا. اما این که کسانی که میروند الان به امید برگشت نمیرن، به امید نمیرن که به امیدوار باشن روزی برگردن، این غالبا این گونه نیست و حتما افراد زیادی هستن که مهاجرت میکنن. به قول ما سیستانی ها دل ناخواه میرن. آره، میگه از سر ناچاری یک روز اگر رفتا، گمون بری و از وطن خاردگر گرفتا. آره، امکان نداره که مهاجرت هایی که اتفاق میافتد از این باب باشه که دیگه بریم که دیگه بر نگردیم. نه، این گونه نیست. این رو خیلی کم شاید باشه، من ندیدم حداقل. اشاره به تولیدات تصویری کردی. خب بیشتر ما تو رو با حوزه تئاتر میشناسیم. در این سالها چه نمایش‌هایی رو به روی صحنه بردی و بیشتر موضوعات مبتلا به اون چه بوده؟ مردمان مرد که در واقع راجع به مردم سیستان نوشته شده و اشاره به قیام مردم سیستان به خونخواه آقا امام حسین داره و اشاره به عدم لعن و سب
حضرت علی که در برهه‌ای از تاریخ این اتفاق رخ میداد در تمام جهان اسلام، فقط در سیستان اتفاق نمی افتاد، به اون اشاره داره و به اون نوع اسلام آوردن سیستانی ها که بعد از اون جنگی که با سپاه اسلام در واقع در هیرمند اتفاق میفته به اون هم اشاره داره. یه داستان، یه نمایشنامه تاریخی بود. خب این کار در سیستان اجرا شد، در تهران اجرا شد، بخش‌هایی ازش، برش‌هایی ازش خارج کشور اجرا شد، در واقع کربلا و نجف. این کار توفیقی بود که من خیلی خدا رو شکر میکنم که من نوشتمش. یعنی به من این مدل کارها احساس میکنم باید طلبیده بشی و حتما باید طلبیده بشی و در واقع اجازه بدن ائمه که نوشته بشه. و من این داستان رو که عجین بود با فرهنگ و تاریخ سیستان و به امام حسین و مولا علی گره خورده بود رو در اون متن سعی کردم بیارم. یه دلیل دیگه ای حامد جان اینجا جا داره بگم، یه دلیل دیگه ای که من مطمئنم سیستان به امید خدا نجات پیدا میکنه و سیستان هست اینه که و خواهد بود اینه که عدم لعن حضرت علی رو که مسئله تاریخی و ثابت شده ای هست و همه قبول دارن که در برهه‌ای زیادی از تاریخ توسط حکومت مرکزی در تمام جهان اسلام مولا علی لعن میشد، اما در سیستان این اتفاق نمی افتاد. یعنی علی دوستان راستینی در سیستان بودند و هستند و خواهند بود و مطمئنم که ائمه رها نمی کنن ما رو. مطمئنم که آقای امام زمان حواسش هست به سیستان، همونجور که به همه مسلمان ها حواسش هست. حامد جان، سیستان اتفاق براش نمیفته، اتفاقی نمیفته براش. اشاره به پیشینه تاریخی سیستان کردی و اتفاقاتی که در اون رقم خورده. آیا این مدل پرداختی که رسانه ها به مسئله سیستان دارن، چه رسانه ملی، چه استانی و چه بین المللی، آیا کافیه یا نه بیشتر نیازه که اتفاقات بیشتری رو شاهدش باشیم؟ به هیچ عنوان کافی نیست. من احساس میکنم رسانه ملی معضل سیستان رو اصلا به رسمیت آنچنانی نشناخته. احساس میکنم رسانه ملی مشکل ما رو، حتی مشکلی در سطح استان شاید ندونه، در سطح شهرستان شاید بدونه و مشکل رو ملی ندیده. ملی اگر دیده میشد این مشکل اتفاقات بزرگی میافتاد. ما گله که داریم، واقعا گله زیادی داریم. بارها شد که قول‌هایی شنیدیم که تا 2 ماه دیگه این گونه میشود و آن گونه میشود، ولی نه این گونه شد و نه آن گونه. نه، من راضی نیستم از رسانه ملی اونجور که باید پرداخت نکرده. حالا در استان تمام سعی و تلاش شده، اما خب ما برای خودمون بگیم که این مشکلات رو داریم که خیلی فایده نداره. البته اینجا بگم دوباره به اون نکته که قبلا اشاره کردم، اگه ما در عرصه های ملی بتونیم حمایت کنیم، یک سری از افراد و مهره های خودمون رو داشته باشیم، ممکن هست که اتفاقات بهتری بیفته. ارسلان، ما یه مدلی داریم برای اینکه و خیلی غالب شده توزیع سبد کالا، تانکر آب و این اتفاقات. به نظر تو آیا اینها ما را از این وضعیت خارج میکنه؟ کمی در مورد این نگاه ها و اتفاقاتی که در این سالها در سیستان رقم خورده، تو واکنشت نسبت به این موضوعات چه بوده؟ من مثل خیلی منم ناراحت میشم واقعا وقتی میبینم که تو یک برهه‌ای هم حتی اصلا شده بود سیستان منبعی برای جذب فالوور برای بلاگرهای کشوری که می اومدن، حالا دمشون گرم، حالا به هر حال اونا هم با قصد خیری می اومدن، براشون ما دعا میکنیم. ولی من کسی که به ماهی بده رو میگم دمت گرم، ولی کسی که به من ماهیگیری یاد بده اون رو میپرستم و در واقع دستشو میبوسم. میپرستم از باب نه اینکه به عنوان خدام حسابش کنم، منظورم اینه که خیلی قدر دانش خواهم بود. حضرت علی میگه کسی که به من کلمه‌ای بیاموزد من رو بنده خودش کرده. ما با این اتفاقها ماهی گیری یاد نمیگیریم. درسته ماهی میدن به ما، یه برهه‌ای
یه چند روزی چند ساعتی آروم میشیم، ولی باز مشکل پابرجاست. یعنی یعنی مشکل حل نشده. یه لحظه یک به قول ما سیستانیا آسا که فقط ورده شده، یک تانکری یک آبی به قول شما یا سبد کالایی رسیده، اما مسئله حل نشده. ما دنبال ماهی نباید باشیم، ما باید ماهیگیری رو یاد بگیریم. خیلی ممنون هم از صبر و حوصله مخاطبینی که تا این لحظه ما رو دنبال کردن، هم از ارسلان عزیز. خب من سوالاتم رو پرسیدم. اگر احساس میکنی موضوعی، مسئله‌ای، چیزی که خب دغدغت بود و میخواستی با مخاطبین ما به اشتراک بذاری، به عنوان سوال پایانی و جنبندی صحبت خودت برامون داشته باش و انتهاش رو هم با یک چجوری بگم، استعدادات انقدر، توانمندیات و کارهایی که میکنی انقدر زیاده، یه وقتایی میمونه آدم توش. یه ترانه‌ای هم برامون بخون و این گفتگو رو به پایان برسون. چشم. من یه آرزو میکنم الهی در تمام مملکت، در تمام جهان، خصوصا سیستان، آبها جاری باشد، غله فراوان باشد، درد دردمندان دوا، قرض قرضمندان ادا، حاجت حاجتمندان هم روا. انشالله با امید خدا آیندگان که سالهای آینده میان و ما در خاک خفتیم، از ما به عنوان نسلی که کم گذاشتیم برای نجات وطنمون، برای نجات برون رفت وطنمون، سرزمین مادریمون از بحران، از ما به عنوان این نسل یاد نکنن. امیدوارم که روح یعقوب ها، روح رستم ها، روح پردل ها، روح رئیس و ذاکرین ها، روح اینها در ما اندکی دمیده بشه، نسل ما هم بتونه کارهای بزرگی بکنه و بتونه سیستان و استان و مملکت رو به جلو ببره که انشالله با امید خدا حتما همین گونه هم خواهد شد. استاد شبستری عزیز رو خیلی دوست دارم. یک شعری دارن ایشون که سالهای گذشته خوندن و من این شعر رو خیلی دوست دارم، این ترانه رو. میگه که ای سیستونی بیا تمش معاسا که هواگه، از درد دل بپور و از موکبوگه، سیستو دل میخونه از این غربت تو، میدا سر و جان خود خبر حرمت تو، میدا سر و جان خود خبر حرمت تو. سپاس حامد جان. خیلی ممنونم از مخاطبین عزیز. شب و روز خوش.